چهارمی مکلفیت ایمان به آخرت و جزا و پاداش از او هست. یعنی انسان مؤمن مکلفیت داره که به آخرت ایمان داشته باشه و به جزای آخرت و پاداش آخرت. این یکی از مکلفیت های مسلمان ها هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم به وقت نجران میفرماند که یوم تجد کل نفس ما عملت، روزی که هر نفس میابه ما آنچه را که عمل کرده، یعنی عمل خود در روز قیامت با چشم خود میبینه. فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. اینا ما عملت من خیر، اگر نیکی باشه محضران، ای در مقابلش حاضر میشه. و ما عملت من سوء، و آنچه که عمل کرده از زشتی، ای هم برش در مقابلش حاضر میشه. تود امی شخصی که اعمال زشت کرده بازی آرزو میکنه لو ان بینها و بینه، کاش که در بین ازی و در بین امی گناهایش امدا بعیدا، یک فاصله بسیار زیاد می بود. و یحذرکم الله نفسه، و الله متعال شما را از ذات خود، از نفس خود در حذر می دارم. والله رؤوف بالعباد، و الله متعال بسیار مهربان است بر بنده هایش. این بنده های خود احکام بیان میکنه، دین برشان بیان میکنه، حق بیان میکنه تا که اینا اعمال صالحه بکنن و نجات پیدا بکنن.